شب بعد از جشن بهاری، رکس روباه که قاضای وحشی رو تعقیب میکرد و از اینکه از گروه خود اخراج شده احساس بدبختی مینمود و نیلز و قاضا رو مسئول بدبختی خودش میدونست، سعی میکرد مزاحم دسته قاضا در سفرشون به سرزمین پرندگان بشه. اما مشکلات سفر و اتفاقات جالبی که پیش میاد خود باعث شیرین شدن این سفر میشه. با هم میبینیم. ای نیست پاشو بیدار شو. میگه کروت بس کن، بذار یه کمی بخوابم. نزدیک بودا. هی نیست چیزی نمونده بود من بیافتم. وقتی میخوابه هیچی دیگه حالیش نیست. آی خدا جون حوصله‌ام سر رفت. بابا پاشو دیگه. تو چقدر میخوابی؟ الان پا میشم چرا داد میزنی؟ ای نگاه کن اونجا ببین نیست. جانم یه شهر بندری خیلی تماشاییه. بله جالبه. سوسمارن. نه نگاه کن چقدر قشنگه. اونا کشتی جنگی ان گروه. خوشت میاد؟ خیلی جالبه مگه نه؟ آره جالبه. ولی چقدر کشتی اینجا برای اولین باری که این همه کشتی میبینم. واقعا فوق‌العاده است. آره منم همینطور. تو هم حرف من زدی، خیلی کشتی زیاده. اما من چیز دیگه ای دلم میخواد گروه. بچه‌ها شما چقدر حرف میزنی؟ هیچی فرمانده، من دلم میخواست کشتی ها رو از نزدیک ببینم. یه غیر ممکنه. ما پرواز سختی داشتیم و هممون حسابی خسته شدیم آخه. همینطوره، ما خیلی خستیم. نیل شنیدی؟ دوستان من خیلی خسته هستن. باید بدون کمترین توقف تا مقصد پرواز کنیم. نمیفهمم وقتی کسی میخواد چیزی رو ببینه یا چیزی رو از نزدیک بفهمه چرا باهاش همکاری نمیکنن. حالا نیست تو چرا انقدر ناراحت و دست آخه من میخوام اون کشتی ها رو از نزدیک ببینم. من خیلی دلم میخواست بندر رو ببینم اما اونا نمیذارن، اونا همکاری نمیکنن. کروت ولی آخر نصف شبه. بذار واسه بچه هم شده خروس نیمه وقت. میشه شما دوتا ساکت باشین؟ من نمیتونم بخوابم. چشم معذرت میخوای. اگه تو واقعا میخوای بری خب برو. حق با اونه. بزن بریم کروت، من میخوام اونجا رو ببینم. ولی آخه منم میترسم. آخه نداره بیا. یواش خوب شد بهت گفتم یواش. آی ببین کجایی. حواسم پرت کن. خدا نکنه بزنه به سره. ببینم بروجک تو چطور جرأت کردی مزاحم خواب من بشی؟ قیافه رو برو این طرف. راستش ببخشید، خیلی معذرت میخوایم. باید درس خوبی بهت بده. بله چی میگه؟ هرچی شما بگی. گفتم که ببخشید. مگه نمیشه ببخشید. میگه ببخشید. جلوتر من خواهش میکنم. فرار نکن. هر جا بری میگیرمت. وایسا بچه. همین برات کافی بود. خداحافظ. بعد از این مراقب خودت باش. خب اینم تجربه ای بود. باشو خورو گفتم پاشو دیگه. باشو اینجا رو نگاه کن ببین چقدر دیدنیه. بالاخره تونستیم فرار کنیم. آره اینو نگاه کن ببین چقدر مغروره کروت. اینطور آره خیلی مغروره. هی اونطوری نگاه نکن. خیال کردی با کی طرفی؟ با یه مشت داغونت میکنم. فهمیدی یا نه؟ اگه راست میگی یه چیزی بگو. آخه واسه چی جست علکی میگی؟ تو چطوری میتونی میزنم تا یه کلمه حرف بزنی. فهمیدی؟ نگاه کن چجوری نگاه میکنه.
نگاه کن چه شکلیه با اون قیافش. آی پام خودم حسابتون میرسم. خوشم اومد گروه. ای وای چیه؟ چرا یه دفعه ساکت شدی گروه؟ چشماش باز و بسته شد. ها؟ خودم دیدم. چی میگی؟ تو هم میتونی بزنش پسر، اون مجسمه تکون نمیخوره که. بزنش ببینا. تو هم بزنش نترس. تکون خورد، به خدا تکون خورد، خودم دیدم. چی گفتی؟ حالا دیگه دستشم تکون میخوره. من قسم میخورم که دیدم اون تکون خورد. باور کن نیلز، خودم دیدم. به خدا دیدمش، خودم دیدم. اگه خواب بودی فکر میکردم که داری تو خواب حرف میزنی، ولی اون که تکون نمیخوره، یه مجسمه است. بیا بریم. ولی تکون خورد. بس دیگه. صدای چیه؟ اینجا چه شهری؟ تو هم میشنوی؟ آره باورم نمیشه. آره خیلی عجیبه. ولی فکر کنم که حقیقت داره کرود. 1 2 3 اینهاش. آره درسته، حقیقت. سب کن منم بیام. بادا کرود بادا دیگه. آی هرچی میدونم نمیشه، داره نزدیک میشه. کار آی داره میاد. خدایا چیکار کنیم؟ وایسین، مگه نشنیدین چی گفتم؟ بیا. سرم خیس عرق شده، نمیدونم چی کار کنم. از اونجا بیاین بیرون. چی میخواد از جونمون؟ دیگه نمیتونیم جلوتر بریم. نیلز حالا چی کار کنیم؟ اون کیه؟ با شما بیاین پیش من. شنیدی چی گفت؟ آره اون ما رو صدا کرد. گفتم بیاین پیش من. بیا بریم ببینیم چی میگه. بره. ها؟ کرود پدر بزرگم قبلا راجع به این به من گفته. این مجسمه نیکوکاریه. یعنی میگی بهش میشه اعتماد کرد؟ خب لابد میشه دیگه، الکی که نگفتن نیکوکاریه. بیا روی دست من. ببخشید میتونم بپرسم شما کی هستین؟ قربان، من از کسانی هستم که قبلا به شما خدمت میکردم، اما در حال حاضر در گروه خیریه خدمت میکنم. البته اینجا مثل گذشته برای انجمن خیریه پول جمع میکنم و از اینکه شما را دیدم بی اندازه خوشحالم قربان. تو میتونی بگی اون کیه؟ منم مثل تو چه میدونم. شما در این اطراف 2 نفر کوچولو رو ندیدین که در حال فرار باشن؟ چرا قربان دید؟ چی گفتین؟ اونا کجا رفتن؟ فکر نمی کنین اونا به طرف لنگرگاه رفته باشن؟ خیلی خوب، حالا کمکم کن که از اینجا برم. اما قربان، همینطور که میبینین من پیرم و راه رفتن برام خیلی مشکل، مخصوصا این پای راستم که بد جوری درد میکنه قربان. ساکت باش، هر چی گفتم انجام بده. بلند شو را بیافت پیر مرد. هیچ جا هم توقف نکن.
تو داری چی کار میکنی؟ اینجوری امکان نداره قبل از طلوع خورشید پیداشون. کمک دستتونه بدین من قربان. بیاین بالا. بکش محکم‌تر بکش. بیاین بالا. محکم‌تر. اینجوری هممون توی دریا میفته. بهتر از اون استفاده کنیم. بیا کروت. زود باش. هی نذار اونا در برن. تحمل داشته باشه قربان. مقاومت کنی. الان تنابو میارم. مقاومت کنی. اومده قربان. اومده. بسیار تنابو بگیرم. بگیریم قربان. بیایم بالا قربان. آروم باشین. محکم رو سردی. خوبه قربان. خیلی متشکرم. شما جونمو نجات داد. لطفاً از این پسر تشکر کنی قربان، نبنده. سلام قربان. شما ببخشید. ولم کن بذار برم، من که کمکت کردم. نه همونطور که فکر میکردم. خب بگو ببینم اسمت چیه؟ تا زمانی که ولم نکنی بهت نمیگم اسمم چیه. خیلی خوب. خوره نرفتون شکنه خواستم ازتون تشکر کنم. ممکنه بگین چرا؟ چون وقتی صدای خنده شما رو شنیدم زنده شدم. اگرچه فقط شبها میتونم راه بیفتم ولی روزا همونطور ساکت و آرومم. خواهش میکنم منو بزنین پایین. ولش کن. شما باید وقتی از کسی قدردانی میکنین مهربونتر باشین، نه اینقدر خشن و بد اخلاق. بیادب نباش بچه. اشکالی نداره. گوش کن ببین چی میگم کوچولو. من این شهر رو ساختم و هر کاری که دلم بخواد میکنم. نفهمیدم شما این شهر رو ساختین؟ بله ایشون سازنده این شهر هستن کوچولو. شما سازنده این شهر هستی؟ ولی من باورم نمیشه. میفهمی چی میگی؟ شما فقط به خاطر اینکه شهر رو ساختین نباید دست به هر کاری بزنین. من نمیتونم شما رو عالی جناب صدا کنم. هیچ وقت این کارو نمیکنم. متوجه شدین؟ خب که اینطور. عالی جناب. فرار کن. بایستین. جالبه کوری. دارن نزدیک میشن. بیا. اینجا چیه خبره؟ آی با شما هستم. فوراً لنگرها رو بکشین. بسیار خوب. اینجا چه خبره؟
شما دوتا اینجا چی کار میکنین؟ برین مراقب باشین. یلا. بله قربان. مراقب صخره ها باشین. صخره ها. یاکروت. این روبروی صخره بزرگ قربان. عالی بود. خیلی به موقع خبر دادید. آفرین. متشکرم کاپیتان. خیلی متشکرم. هی نیست، چند لحظه دیگه طوفان برپا میشه. ممنونم که خبر دادی. چند لحظه دیگه قراره طوفان برپا بشه کاپیتان. میگین چی کار کنیم؟ چی داری میگی پسر؟ مگه همچه چیزی ممکنه؟ بله ممکنه. این پرنده اینطور میگه قربان. تو از کجا زبون اونا میفهمی؟ درست حسابی مراقب باشین. حرفا چه میزنی بچه جون؟ مراقب باش. کاپیتان بی خود نمیگم. چرا بی خود میگی بچه؟ نگاه کنین اون طرف یه قایق روی آبه. چی؟ کمک کنی یکی برای کمک طوفان چطور ممکنه آخه؟ کاپیتان از تو قایق کسی کمک میخواد چیکار کنی؟ آخه چجوری؟ عجله کنید برای کمک کنید. اونا چند نفرن؟ کاپیتان حالا چه دستور میدی؟ چی کار کنی؟ قایقا رو بیاریم پایین. بابا طوفان که نمیشه. نه نمیتونیم ولش کنیم. قایقا رو فوراً بیاریم پایین. همین که گفتم. خیلی خوب باشه. ولی قایقا هم از بین میرن ها. کمک کنید. بازم کمک؟ عجله کنید به ما کمک کنید. ما اینجا گیر افتادیم. اون چیه؟ من یه فکر خوبی دارم کاپیتان. به هم اجازه میدین؟ اون فکر چیه؟ بهتر از اون پرنده ها استفاده کنیم. نامه ببرم. نفهمیدم تو داری شوخی میکنی بچه. اون کیه؟ چند تا تناب نازک به هم بدیم بقیه‌شو بذاریم به عهده من. خودم میدونم که چیکار کنم. با شما هم اینا رو ببرین و بدین به اونا. عجله کنین زود باشین. به کمکتون احتیاج دارم. باشه. بالاخره کمک رسید. و حالا این تناب بگیرید بکشید. همونطور که گفتم بکشید. بکشید بچه ها. خیلی خوب افراد تنابا رو محکم بکشید. با این که خسته شدی باید تنابا رو محکم بکشید. بکشید بالا. بالاخره نجات پیدا کرد. حالا دیگه چی کار کنیم؟ یعنی بازم ادامه بدیم قربان؟ نه دیگه کافیه. عجیبه اون بچه چقدر آروم خوابیده. اما کار طاقت فرسایی رو انجام داد. بله اون بچه خوب کار کرد. شب فوق‌العاده‌ایه. یکی از شب‌های فراموش نشدنی. قربان تقریبا میشه گفت داره صبح میشه. چی شده؟ باید زودتر برگردیم.
هی نیلز پاشو. به نظر من که خواب خیلی خوبی بود کروت، مگه نه؟ نیلز از جات بلند شو، صبح شده. ها؟ ما کجاییم؟ نگاه کن ببین اینجا چه خبره؟ کشتی، ملوانا، دریا. من که سر در نمیارم. یعنی چی؟ نگاه کن. به اون صورت نگاه کن. به نظرم دیروز خیلی مغرورتر بود، اما امروز خیلی مهربونه. بهش سلام بده. خب اول تو سلام کن. سلام دوست عزیز، حالتون چطوره؟ سلام آقا. نیلز تو دیشب کجا بودی؟ ببینم بازم شیطونی کردی آره؟ نمیدونین چه ماجرای عجیبی بود، باورتون نمیشه. بعدا براتون میگم. این بارم نیلز تونست در امتحان مربوط به خودش موفق بشه و با مهربونی و از جان گذشتگی جون عده‌ای رو نجات بده. اون حالا یه قدم دیگه به سمت آزادی از طلسم اون موجود عجیب پیش رفته. آیا بالاخره اون موفق میشه؟ باید منتظر ماجراهای زیادی باشیم تا بفهمیم که پایان این حوادث شیرین به کجا می انجامه.